نفس تازه نوروز مبارک باشد به همه شما بینندگان عزیز. با نظر داشت جشن نوروز و تحولات اخیر در تاجیکستان و جهان، برنامه خبری ما امروز طولانی تر خواهد بود. چون همیشه من شالوگل خوجه هستم در خدمت شما عزیزان. نخست میبینیم که امروز 20 مارت کدام موضوع بررسی می شود. از مرز 10 سومونی گذشت. بانک ملی تاجیکستان قرب سومونی را در برابر دلار 5% پایین برد. نوروز در شرایط کرونا ویروس، گوشتین ملی به تماشابین گذشت و پیرانی روزگار دیده دعا میکنند از ویروس کووید 19 در امان بمانند. از هر گونه آفت‌ها پروردگار نگهبان شود. بیمارخانه ها را به حالت کرانتینی آماده می کنند. در دوشنبه چاره‌های پیشگیری از خطر کرونا ویروس شدیدتر می شوند. خجمه از تنگپوش منه و از کلاهی که در اینجا من عبارت است لباسی مخصوص گردیده شده برای در حالتی که لازم است. این موضوع قسمت اولی برنامه است. در بخش دوم درباره مهاجران تاجیک گزارش داریم، اما نخست از قرب دلار آمریکایی در تاجیکستان میگوییم که امروز بالا رفته است. بانک ملی قرب سومونی را 5% پایین آورده، یک دلار را در سطح 10 سومونی و 20 درهم قرار داد. تا کنون یک دلار آمریکایی بنابر قرب رسمی 9 سومونی و 70 درهم معین شده بود. به این ترتیب 100 دلار آمریکایی حالا 1020 سومونی ارزش دارد. افت سومونی در برابر دلار در حالی است که متکای سومونی روبل روسی از 62 روبل قبلی تا به 78 روبل پایین آمد. فعلا کشورهای جهان تلاش میکنند قرب اسعار ملی در نسبت دلار را کم کنند تا وضع بحرانی به عمل نآید. امروز در تاجیکستان نوروز لحظه برابرشوی شب و روز فرا رسید. تهدید کرونا ویروس امسال به تنتنه‌های نوروزی که سالهای قبلی با یک شکوه خاص جریان می‌گرفتند تاثیر گذاشت. هرچند مقامات تاجیک میگویند تا حال یگان موردی سیرویابی به کووید 19 در کشور ثبت نشده است، ولی خروج این بیماری در دولت‌های همسایه ساکنان تاجیکستان را هم نگران کرده است. برنامه‌های نوروزی در دوشنبه امروز از مسابقه جمهوریوی گوشتین ملی با تعداد اندک مخلصان آغاز گردید. همکاران ما رقابت پهلوانان را تماشا کردند. مسابقه گوشتینگیران در نوروزگاه بیشتر به تمرین مانند بوده. بسیاری ها گمان کردند که مسابقه در محل دیگری صورت میگیرد. اما سهراب اکبرشاه سرداور مسابقه میگوید که پهلوانان 8 دسته از مناطق مختلف تاجیکستان صبح 20 مارت محض در همین جا برای دریافت شاه جایزه مسابقه وارد رقابت شده‌اند. شاه جایزه برای وزن مطلق اتومبیل پیش بینی گردیده است که فردا در دور فینالی البته ما شاهد البته گرفتن شاه جایزه خواهیم گردید. سهراب اکبرشاه امیدوار است که در مرحله نهایی مخلصان بیشتر می شوند. اما خیرالله عزتوف مخلص گوشتی ملی و در گذشته سرمربی تیم منتخب گوشتی ملی تاجیکستان بر این نظر است که احتمال مخلصان و ساکنان دوشنبه درباره این مسابقه اطلاع دقیق نداشتند. هرچند به اعتقاد او سر و صداها درباره بیماری کووید 19 نیز در این زمینه اثر گذاشته است. حاضر در این وضعیت مشکلی هم میدونه که من کسلی سببگار شده است، مخلص کمتر است. در نوروزگاه شهر دوشنبه برای 15,000 تماشابین جای نشست وجود دارد، اما تعداد مخلصان در مسابقه امروزه از 500 و 600 نفر بیشتر نبود. ما نیز امیدواریم که فردا در مرحله نهایی مسابقه و اعلان شدن ورزشگر پیروز تعداد تماشابینان بیشتر می شود. از دوشنبه می رویم به جنوب تاجیکستان، دقیق‌ترش به یکی از دهه‌های دنغره که در آنجا دیروز ساکنان عید نوروز را تجلیل کردند. به این جشن همکار ما نیز دعوت شده بود. آرزوی کریم از مشاهده‌هایش میگوید خبرهای مربوط به کووید 19 که در جهان اکثرا افراد کهنسال را قربانی کرده است، به گوش سالخورده‌های این ده نیز رسیده است. حالا این قشر آسیب‌پذیر در دعای نوروزیشان چی را طلبگارند؟ در گزارش نوبتی همراه می‌بینیم. ساکنان جماعت سنگتوده دنغره امسال جشن نوروز را در میان خرسندی آمدی بهار و نگرانی از پهنشوی بیماری کرونا ویروس تجلیل کردند.
دهه بلکدشت میزبان این جشن نوروزی بود و ساکنان دهه‌های قزانگذر و تویتاش نیز در آن اشتراک داشتند. جشن در قیاس به سالهای گذشته خیلی هم مختصر گذشت. در تنتنه‌های نوروزی بلکدشت شماری از سالمندان نیز اشتراک داشتند. با وجود فضای ادانه احساس می‌شد که پهنشوی ویروس کرونا این پیران روزگار دیده را هم نگران کرده است. پروردگار مردم تاجیکستان را در پناهش نگاه دارد، از هر گونه آفت و ما و شما را نگاه دارد. خدای تعالی کنجی امانی عطا کنند. با این وجود این موسفیدان به آینده نظری نیک دارند و دست دعا می‌بردارند که مردم از گزندهای روزگار در امان باشند. ما می‌خواهیم که دائما همین مملکت تاجیکستان آزاد و خرسند و همه کساجا امین بدارد. درباره ویروس چی میشنوید؟ چی میدونید؟ ویروس خیلی میشنویم، خیلی کساجا بیماری اومده گفته تحقیق کردن ما خیلی چنین خودمون کم نظارت کردیم، گفتیم که خیلی خورو 150 تا بشه، مثلا یک چه دیگه بود بشه صابون شو کنید دستاتون که همین کساجا امین بدارد. در این محفل نوروزی دهه بلکدشت زنان از دهات اطراف حضور داشتند و گرد خوان نوروزی از هر باب صحبت می‌کردند. نگرانی از کرونا ویروس از موضوعهای صحبت‌های آنها بود. هر اون کسی که در اینجا حضور داره از صمیم قلبم برای نوروزی آرزوهای نیک انسانی خود را میکنم. بعداً آرزو دارم که همیشه آسمان صاف باشد و دنیا تنجی باشد و از همه کار و روزگار زندگی همه در آبادی باشد و از این کسلی و بیماری ها همه ما را خداوند حفظ نماید. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا برای جلوگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس تدابیر سخت روی دست گرفته و چاره‌بینی‌های سر آدم را منع کردند، در تاجیکستان تنتنه‌های نوروزی ادامه دارند. ولی با این وجود نگرانی‌ها از سرایت این بیماری میان مردم پابرجاست. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در دوشنبه چوره‌های پیشگیری از خطرهای کرونا ویروس شدیدتر می‌شوند. سازمان جهانی تندرستی با ارسال یک نامه به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که از برگزاری چوره‌بینی‌های عمومی خودداری کند. این سازمان تاکید کرده است که محض چنین معرکه‌ها می‌توانند به گسترش این بیماری باعث شوند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان هم گفت چند بیمارخانه را در کشور برای به حالت کارانتینی فرا گرفتن ساکنان آماده کرده است. کلانترین بیمارخانه شهر استقلال هم تقریباً پره از بیماران خالی کرده شد. امردین اولیموف گزارش می‌دهد. مسئولان وزارت تندرستی کشور گفتند بیمارخانه استقلال را به حالت کارانتینی آماده کرده ایستادند. بناهای اساسی طبابتی این بیمارخانه از بیماران خالی کرده شده ایستاده است. بیمارانی که شفا یافتند آنها را رخصت میکنند و بیمارانی هم که باید طبابت را ادامه بدهند به دیگر بیمارخانه های شهر انتقال داده میشوند. کارهای پاککاری یا دیزینفکسیونی در بیمارخانه ادامه دارد و شعبه قبول بیمارخانه حجره‌های ایزولیاتوری را آماده کرده است که در آن درآمدگاه‌ها علاهیده هستند و همچنین لباس‌های مخصوص و موادهای داروواری آماده کرده شدند که نفری که به حالت کارانتینی قرار گرفته می شود با لباس‌های مخصوص و داروهای از پیش آماده کرده شده آنها را قبول می‌کنند. از خودی حجمه، از تنپوش منه و از کلاهی که در اینجا من عبارت است لباسی مخصوص گردیده شده برای در حالتی که لازم است در وقتی تشریف آوردن بیماری‌هایی که حاضر کووید 19 میگن یا که کرونا ویروس بر خلق معلوم است از این لباس طبیب بر کرده یاری اولین خود رو تا انجام رسیدن به همین لباس میگردن. در اینجا داروواری ها و محصولات آنتیسپتیکی در اینجا است و اون محلول ها داروواری که در کاس برای یاری اولین به بیمارانی که نیاز دارند در اینجا جمع آورده شدند. مسئولان بیمارخانه گفتند از این روز هر بیماری که به شعبه قبول مراجعت میکند آنها را وابسته به نوع بیماریشان به دیگر بیمارخانه های شهر انتقال میدهند.
ҳамчунин дар дохили беморхона ҳуҷраҳое муҳайё карда шуданд ки дорои таҷҳизоти тиббӣ мебошанд ва дар ташнобҳои ин ҳуҷраҳо маводҳои дезинфексионӣ ва дастпоккунҳои як карата гузошта шудаанд. ҳамчунин имрӯз дар дафтари намояндагии Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар душанбе як ҳамоиши онлайнӣ баргузор гардид ки дар он табибони чинӣ аз таҷрибаи худ ба ҳамтоёни тоҷикашон қисса карданд. ин мулоқоти онлайниро ки Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва Вазорати беҳдошти Тоҷикистон ташкил карданд, дар он ҳамчунин табибони тоҷик ба суолҳои худ дар робита ба пешгирӣ аз олудашавӣ ба коронавирус посух гирифтанд. ҳамаи мо медонем ки чораҳои пешгирикунанда дар кишвари Чин хеле муваффақона анҷом ёфт. Бар асоси оморҳои ахир, имрӯзҳо ҳеҷ ҳолати сироятёбӣ дар ин кишвар мушоҳида намешавад. ҳоло Чин яке аз кишварҳои амн аз хатари сироятёбӣ ба COVID-19 гуфта мешавад. рӯзи 19 март чунин як суҳбати онлайнӣ дар миёни намояндагони вазоратҳои тандурустии Русияву Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Беларус ва Арманистон ба вазъи сирояти коронавирус дар кишварҳояшон маълумот доданд. бинандагони азиз, то ин лаҳзаҳои барнома мо ба шумо дар бораи поин омадани қурби $1 дар баробари сомонӣ хабар додем. аз таҷлили Наврӯз дар душанбе ва деҳаи дархатлон ва омода кардани беморхонаҳо ба ҳолати карантинӣ дар Тоҷикистон гузориш доштем. баъди як огаҳӣ аз ташкили парвозҳои махсус барои мусофирони тоҷики дармонда дар фурудгоҳҳо, сабукиҳои Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ ва баргузории намози ҷумъа дар масоҷиди Тоҷикистон баъди 2 ҳафтаи маҳдудият маълумот хоҳем дод. با ما بمانید. برنامه خبری رادیو آزادی رو ادامه میدیم. از نیمه شب امروز با مقصد پیشگیری از احتمال پنجشنبه بیماری کرونا ویروس و تامین امنیت شهروندان، پروازهای بین‌المللی به سمت تاجیکستان و از تاجیکستان به خارجه موقتا منع کرده شد. تاثیر اولین اقدام ناگهانی را ده‌ها شهروندان تاجیک در روسیه و قزاقستان و ترکیه دیدند که میبایست همان ساعتها به تاجیکستان پرواز میکردند. برخی از شرکت‌های هوایی به خاطر بیرون آوردن مسافران درمانده از این کشورها پروازهای مخصوص را برای امروز و فردا راه‌اندازی کردند. زرنگیز نوروشو تفصیلات می‌دهد. چند لحظه پیش از فرودگاه بین المللی دوشنبه به سمت مسکو پرواز انجام شد و این پرواز مسافرانی را برد که طی یک دو روز اخیر چپته‌ها در دست در فرودگاه سرسان و سرگردان بودند. قرار است شام امروز شرکت تاجیک ایر هم به خط سیر دوشنبه مسکو یک پرواز انجام دهد. فعلا در فرودگاه دوشنبه چندان مردم زیاد به نظر نمی رسند و اون نفرانی هم که حالا اینجا هستند بیشتر در پی دریافت چپته برای همین ساعت‌های نزدیک به سمت مسکو هستند. نیمی تاجیک ماه مارت اپریل تا ماه میرفت کار کنیم. در اینجا نیست کار، همش گشتن. خیلی من ندیدم و آمدم بعضی همین آدما میگن که 6000 باشه میپریم. یعنی نرخ بالا بردن. آخه 3000 نمیوان که بروانو 6000 اگه میوان. آژانسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان اعلام کرد که سر از 20 مارت همه پروازهای بین المللی از تاجیکستان قطع می شود و در فرودگاه دیگر تنها پروازهای داخلی انجام خواهند شد. صبح روز 20 مارت شرکت های هواپیمایی سومون ایر و تاجیک ایر اعلام کردند که به شهر مسکو پروازهای ویژه انجام می دهند. مسئولین تاجیک ایر به رادیوی آزادی تصدیق کردند که ساعت 18 روز هواپیمای آنها از فرودگاه دوشنبه به مسکو پرواز می کند. اما در نظر است که این هواپیما به فرودگاه دمدید و فرود آید، در حالی که 10 مهاجر تاجیک در دو فرودگاه دیگری مسکو، شریمتیو و ونوکوو درمانده‌اند. با این حال فعلا تقدیر 10 مهاجر درمانده تاجیک در این دو فرودگاه نامبر شده نامعلوم است. این مهاجران در صحبت با رادیوی آزادی گفتند آنها زمانی به فرودگاه رسیده به هواپیما سوار می شدند که تاجیکستان پروازها را قطع کرد. در نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که 10 نفر در روی فرش فرودگاه خوابیدند و منتظر پرواز هستند. مقامات تاجیک تا حال درباره تقدیر مهاجران درمانده در فرودگاه‌های مسکو چیزی نمیگویند. معلوم نیست که این گروه مهاجران چگونه به تاجیکستان میرسند.
حالا گفته می شود وضع هر لحظه می تواند تغییر یابد و احتمال دارد پروازهای مخصوص چارتری به مسکو و کشورهای دیگر هم راه اندازی شود. سرانگیز نوروشو گزارش میداد. بینندگان محترم، همکاران ما تحولات اخیر در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه را پیگیری دارند و هر معلومات نوی که پیدا می شود در سایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org قابل دریافت است. در شرایطی که خروج کرونا ویروس سرگردانی و دردسر مهاجران تاجیک را بیش از پیش افزوده است، روسیه برای ادامه حضور شهروندان خارجی در آن کشور برای یک مدت بعضی سبکی‌ها داده است. یک بخش مهمش آن است که مهاجران موقتاً وظیفه‌دار نیستند در 3 ماه یک بار مرز روسیه را عبور کنند. چرا را کیومرسیاتام برای ما و شما میگوید. مقامات روسیه به سبب خروج کرونا ویروس و پیش آمدن وضع فوق‌العاده اجازه دادند که شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک مهلت بود و باش خود را در قلمروی این کشور دراز کنند، حتی اگر مهلت ثبت اقامت آنها الکی به انجام رسیده باشد. وزارت امور داخلی روسیه در اعلان گفت که مهاجران به عبور مرز روسیه می توانند برای گرفتن پتنت یا اجازه کار مراجعت کنند و آنها برای پایمال کردن مهلت پیشنهاد حجت‌ها به جوابگری مأموری کشیدن نمی شوند. شهروندان تاجیکستان که حق دارند به پتنت یا اجازه کار 90 روز در روسیه باشند، با تمام شدن این مهلت مجبور بودند مرز روسیه را گذشته دوباره وارد آن شوند و بود و باش خود را قانونی کنند. اما بنابر منع شدن ورود شهروندان خارجی به خاک روسیه و به دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس این کار غیر ممکن شد. این شب و روز 10 مهاجر تاجیک در فرودگاه‌های روسیه درماندند و به کشور برگشتن نمی‌توانند. آنها میگویند که از یک طرف مهلت اقامتشان در روسیه به پایان رسیده است و از طرف دیگر پروازها به تاجیکستان قطع شده است. یک مقام سفارت تاجیکستان در روسیه به ذکر نامش روز 20 مارس به رادیو آزادی گفت مهاجران می‌توانند در روسیه بمانند چون مسئله تمدید مهلت بودواش آنها در روسیه موقتاً حل شده است. اما مهاجران میگن اکثر آنها جای کار و خانه‌های اجارهشان را هم سپاریدند و نمیتوانند در روسیه بایستند. مقامات روسیه میگویند که تقریباً 1 میلیون اهالی تاجیکستان در آن کشور کار و زندگی میکنند. جانب تاجیکستان این شماره را تقریباً 0.5 میلیون نفر شمرده است. مهاجران تاجیک سال گذشته به کشور تقریباً 2 میلیارد و 600 میلیون دلار فرستادند. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد 2 هفته محدودیت، کمیته دینی تاجیکستان اجازه داد که امروز در مسجدهای کشور نمازهای دست جمعی خوانده شوند. در عین زمان از ساکنان طلب شده از قاعده‌های بهداشت را قطعاً رعایت کنند. از جمله موضوع اصلی خطبه نماز جمعه از سوی رئیس شورای علما هم پورا به تهدیدهای کرونا ویروس به بشریت بخشیده شده است. با رادیو صوفی موضوع را ادامه می‌دهد. پس از 2 هفته بسته شدن، صدای اذان در مسجدهای تاجیکستان دوباره بلند شد و ساکنان نماز دست جمعی گذاشتند. مقامات میگویند در طول این 2 هفته که به خاطر پیشگیری از گرفتارشوی با کرونا ویروس در مسجدها را بسته بودند، دزینفکسیا و یا بی‌ضررگردانی این مکان عبادت دست جمعی را انجام دادند. در همین ضمن کمیته بازم کمیته دین و شورای علمای مرکز اسلامی توصیه می‌دهد که بازم اتحادیه‌های دینی کشور، هیئت مؤسسان، خادمان دین و در مجموع همه نمازگزاران باید که به چاره‌های بهداشتی دقت خیلی جدی بدهند. کمیته دین از نمازگزاران دعوت می‌کند افرادی که احساس مریضی می‌کنند و یا نشانه‌های مانند به زکام را دارند بهتر است در خانه نماز گذارند و نمازگزاران دیگر را در حالت ناهنجاری قرار ندهند. توصیه‌های اساسی بر نمازگزاران این بوده می‌تواند که خوب می‌شد اگر خانه آنها در نزدیکی مساجد قرار دارد، بهتر است که طهارت، دستور شستن خود را در خانه‌های خود انجام دهند پیش از همه و با در نظر داشت این استفاده کمتر از طهارت خانه‌های عمومی به مقصد موافق دانسته می‌شود. نماز جمعه 20 مارس مسجد مرکزی دوشنبه مثل قبل سیرودن بود. موضوع اصلی خطبه نماز را سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما پورا با تهدیدهای کرونا ویروس به بشریت از جمله مردم تاجیکستان و رعایت قاعده‌های بهداشتی بخشیده بود. نمازگزاران هم با استقبال از باز شدن در مساجد میگویند تلاش میکنند قاعده‌های بهداشتی را رعایت کنند. اومدیم مسجد با خیلی خرسان شدیم. من خرسان مسجد هوی شد. من حق مردم با دعا میکنیم کسالت به اطاعت میشود.
حقش با دعا میکنیم. ما هر روز زمین تلویزیون با گوش کردی سادیم که همین تلویزیون صابون کردی دستان میشویتون دست ما میشویم هر روز چی که همین مدیسینز که دکترها گام میزنن ما وای کردی سادیم. дар тоҷикистон то ба ҳол ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст, аммо таи рӯзҳои гузашта мақомоти ӯзбекистону қирғизистон ва қазоқистон ҳамсояҳои наздиктарини тоҷикистон аз чанд ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар ин кишварҳо хабар доданд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки аз 1 феврал то 18 марти соли равон аз 1890 нафар шаҳрвандоне ки аз кишварҳои хориҷ ба тоҷикистон ворид гардидаанд ва карантин фаро гирифта шуданд. аз ин шумора 1426 нафари онҳо ба хонаҳояшон рухсат шуда, айни ҳол 464 нафарашон дар бемористонҳои сироятӣ ба карантин фаро гирифта шуданд. یک خبر دیگر هم داریم. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه محمدی وریسов محافظ رسمی سابق رئیس وقت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری با جرم راهزنی و اوباشی به 10 سال زندان محکوم کرد. محافظ رئیس پیشین اتحادیه اپوزیسیون تاجیک 20 سال پیش دست به جنایت زده است. تا هنوز واکنش نزدیکان وریسov و یا وکیل مدافع او در دست نیست. و بینندگان عزیز، در همین جا نشر مفصل برنامه خبری امروز رو به پایان میبریم. تشکر میگم از هر یک شما برای اون که ما رو تماشا کردید. خبرهای تازه رو در وبسایت ما و گزارش‌های روز رو در آزادی ویدیو پیگیری کنید. بار دیگر نوروز خجسته به همه شما عزیزان مبارک باشد. خدا کند که تا سال آینده همه ما صحت و سلامت برسیم. شاگون بهار مبارک.